داریوش بزرگ یک زمانی گفته بود که اهورامزدا این سرزمین رو از دشمن، خشکسالی و دروغ نجات بده. این دعاییه که احتمالاً باید برای صنعت سریال سازی خصوصیمون برای پلتفرم ها هم به کار ببریم. پلتفرم هایی که این روزها انگار بزرگترین دشمنشون خودشونن، دوچار خشکسالی محضند با تک درخت های کوچکی که داره میرویه و نتیجه کلی کارها به نظر بسیار ناامید کننده است و دروغ از این جهت که خیلی شباهتی به شهر، به کشور، به چیزی که در 1404 داره در تهران اتفاق میفته، در ایران داره اتفاق میفته نداره. دومین اپیزود از برنامه اپیزود رو آغاز میکنیم. امیدوارم که در ادامه راه این خشکسالی، این وضعیت کنونی پلتفرم ها روزهای بهتری رو برامون برمقام بیاره. خب، پرده سواشون، برنامه اپیزود درباره اپیزود 13 سواشون می‌خوایم صحبت کنیم. هفته گذشته با آنتونیو شوراکا و علی مسعودی‌نیا درباره سریال، درباره کلیتش تا اینجا صحبت کردیم تا اپیزود 12. از این هفته طبق روالی که قولش رو داده بودیم قراره که اپیزود به اپیزود درباره سریال ها صحبت کنیم، تخصصی‌تر، فنی‌تر و با جزئیات بیشتر. یه خلاصه از اپیزود 13 رو یه دو خطیشو اول بشنویم که چه اتفاقی افتاد در این هفته و بعد بریم سراغ تحلیلش. اگر که خانم شرکا شروع بکنن ممنونتون میشم. بله حتما. تو این قسمت راز سر به مهر کره اسب یعنی سحر لو میره، هرمز و خسرو میرن به خونه حاکم که اسبو ببرن. زری مجبور میشه داستان و همه ماجرا رو برای یوسف تعریف کنه و یوسف خیلی خشمگین میشه و حتی درگیری فیزیکی بینشون پیش میاد و خلاصه میرن خونه حاکم و پسرا رو از اونجا آزاد میکنند و برمیگردونن به خونه. یعنی اون اولین عاشقانه، یعنی اون تصویر عاشقانه واسه اولین بار خدشه دار میشه. بله همینطوره. درست. خب چقدر به نظرتون سریال به نسبت اپیزودهای پیشین داره عقب میره جلو میره؟ من قطعا این قسمت رو خیلی یک پیشروی آشکار میبینم توی کل سریال، به خاطر اینکه حادثه توش هست، یک اتفاقه. میدونیم مثلا ما تو قسمت قبل همچنان اون دیوانه خانه رو داشتیم، تیمارستان رو داشتیم و همون تکرار چیزایی که کمابیش حالا تو موقع پخش نظری دیده بودیم تو قسمت‌های دیگه. هیچ انگار درام جلو نمیرفت، ولی الان درام جلو رفت. یهو چند تا اتفاق پیش میاد توی این فصل و بنابراین یه جونی گرفته سریال. یه بخشش به خاطر اینه که خب اصلا تو کتاب هم روال همینه، یعنی اینجا یه حادثه اتفاق میفته، ولی یه بخش هم هست که این که خود کارگردان از این بسیار نقطه عطف دراماتیک استفاده کرده، بهره برده برای اینکه یک جونی به روال حالا کم و بیش کنده داستان خودش بده و یک شوری رو ایجاد کنه، هم برای اینکه ما منتظر قسمت بعدی باشیم. برای سریال داره به سمت چیزام میره دیگه، پایان در واقع فصل اولم داره حرکت میکنه. فکر کنم یکی دو تا اپیزود بیشتر نمونده باشه برای پایان این فصل. فکر میکنم 2 تا 15 تا باشه احتمالاً اگه اشتباه نکنم. تو چطور بودی علی با این من فکر میکنم قسمت 13 بهترین قسمتی بود که تا به حال توی سریال دیدم، چون قسمت بسیار دشواری هم هستش، چون در واقع شما تمام اون کاشت کانونی تغییر و تحول درونی کاراکتر زری رو از اینجا بایستی رقم بزنی و همونطور که گفتن تواتر رخدادها باعث میشه که تقریبا ما 4 تا خورده پیرنگ توی داستان در واقع داشته باشیم که اینا مدیریتش کار دشواری نیست. یعنی ما با یه پیرنگ کشف شروع میشه که یوسف در واقع راجع به تجربه اون بچه کلو و این حرفا پدرش که مرده صحبت میکنه، بعد پلات جستجو شروع میشه. پلات جستجو بسیار بسیار پیچیده میشه، بعد میرسه یه پلات تعقیب و گریز و نهایتا ما میرسیم به اون خورده پیرنگ که همه اینا رو میخواد جمع کنه. یعنی مدام دیالوگ های زری کمتر میشه، تودارتر میشه و حالا ما داریم اون تحول درونش رو احساس میکنیم. من فکر میکنم اتفاقا چیزایی که شما میگفتی که توی قسمت های پیشین وجود داره، یعنی اون بچه
آزاردهنده‌ای، اتمسفر آزاردهنده‌ای که قراره اتفاق بیفته و ما رو همدل کنه، امکان همزادپنداری بهمون بده با زری، اینجا تازه اتفاق افتاد واسه من. خصوصا صحنه تعقیب و گریز با اینکه نسبتاً بازم طولانیه ولی خیلی خوش تدوینه، خیلی اتمسفر خوب در آورده، هراسه خیلی خوب داره غالب میشه و چون منتهی میشه به یک صحنه اکیداً معنادار، صحنه که و قبلش هم در واقع اون تنش او و یوسف رو داریم و دیالوگ بسیار بسیار تلخی که بهش میگه که یعنی فکر نکن تو مثلا اینجا کاری هستی، تو یه مترسکی، و از اینجا در واقع یه فروپاشی رو داریم تا اون تغییر پایانی. به نظر من این پیرخورد پیرنگار رو چرا گفتم؟ چون هر کدومش اتمسفر متفاوتی میطلبید. خیلی خوب مدیریت کرد، خیلی مدیریت خوبی کرد، یعنی کار سختی بود ولی خیلی بجا و حالا همه اون حرکاتی که به نظر من تا پیش از این اضافه میومد اینجا داره جواب میده تو این قسمت. یعنی همه چی درسته. یه چیزی که یه خورده همچنان من باش مشکل داشتم این بودش که یه جاهایی اون توداری و اون سکوته به قدر کفایت داره کار زیبایی شناسانه خوبی میسازه تو تصویر. دیگه نریشن آوردن، صدای ذهن آوردن رو میشد صرف نظر کرد. یعنی خود اون صحنه بهتره، میدونین، یعنی چند لایه تره، وقتی اون میاد یه لایه تفسیری واسه ما میذاره. ولی به نظرم قسمت 13 موفق ترین قسمتش بود از نظر ضرباهنگی، تدوین هم همین. نریشن ها چقدر خانم شرکا اگه دارین تطبیق میدین شما رو مقابله میکنین با کتاب، نریشن ها داره کمک میکنه به اون بخش یا اینکه؟ بله، من دارن دقیقاً گام به گام با سریال کتاب رو هم دنبال میکنم. قسمت اینجا در واقع فصل 11 مطابق با اپیزود 13 سریال هستش و البته تازه فصل 11 تا نصفه هاش، چون یه قسمتیش احتمالاً در اپیزود 14 خواهد بود. ببین دیالوگ محوری که اینجا مطرح میشه دیالوگ یوسف هست که چه دیالوگ تلخی هم هست. اونجا که میگه به این نتیجه رسیدم که هیچ چیز را نمیتوانم تغییر دهم اگر آدم نتواند حتی در زنش تأثیر بذاره. و یه لحظه ای هستش که وقتی که زری که تازه فکر میکنه که برگشته، حالا همه نگرانش شدن که این آدم چی شد، کجا موند فلان، چون جدا افتاده از بقیه و با اون وضع ناامنی که شهر داره این خودشو به زحمت رسونده به باغ و میبینه که اصلا انگار هیچ کس نه تنها دنبالش بودن ولی وقتی برمیگردن کسی نگفته تو چطور اومدی، چیکار کردی، مثلا نگرانش نبوده. و وقتی میره تو اون سالن که به اصطلاح همه نشستن، هیچ کس حتی متوجه اون خونی که از لبش اومده به خاطر چکی که خورده از شوهرش نمیشه. و این یه لحظه تو کتاب نگاه میکنه همه رو، میگه چقدر همشون در نظرم غریبه بودن. و خب ببینید همه آنچه که دانای کل توی کتاب، چون دانای کله، یعنی روایت من نیست، روایت کل، مثلا میگه چقدر همه در نظرش غریبه بودند، اینطوری میگه. دانای محدود به ذهن. بله، و این همه رو به زبان به همون نریشن میگه. من فکر میکنم یه جاهایی لازمه، شاید به خاطر اینکه نه به اون شدتی که از اون دفعه من گفتم، ببینید یه جاهایی نریشن میگه بعد خودم نشونم میده، خب دیگه حالا چه یا نریشن رو بگو یا نشون بده دیگه. اونجاها نه، ولی یه جاهایی که مثلا ما این چشمای بهت زده این زن رو میبینیم بعد نیست بفهمیم تو فکرش داره چی میگذره. من هم چند جا خودم با کتاب مثلا نگاشتم رو چک میکردم، دیدم خیلی کلمه های کتاب رو توی در واقع نریشن زری داره استفاده میکنه، جنسش رو داره شبیه من فکر میکنم همچنان تاکید میکنم همونجور که اون دفعه هم گفتیم که این دیالوگ ها که عیناً رعایت شده خیلی یک به اصطلاح قطب نمایی هستش برای فیلمنامه نویس و کارگردان. همون رعایت دیالوگ ها سبب شده که یه سری بیرون رویای بیخودی نداشته باشه، یعنی اقتباس وفادارانه به هر حال، یعنی حداقل اون دیالوگ ها راهگشا بوده. و اینکه یه اتفاق جالبم این بود که اون صحنه شبگردی زری که مورد حالا یه جورایی تهدید اون سربازای هندی و به قول معروف قشون متفقین قرار گرفته، اون صحنه در حد 10 خط کتابه. یعنی به همونطور که شما گفتی به نظر من یه خود طولانیه، یعنی طولانیه و غیر از این که اون حمید، اون خواستگار قدیمی زری توی فیلم هست تو این اپیزود
که میاد بهش میگه بیا سوار ماشین من شو، با من بیا، نگران نباش، ولی تو کتاب نیست. یعنی تو کتاب فقط در حد 10 خط میخونیم که زری مثلا یه سربازی اینو بهش میگه، سربازی اونو بهش میگه، این خلاصه از این صحنه خطر میتونه جون سالم به در ببره و برسه به باغ. این ولی ادونچری بهش داده این اونم اضافه کرده، یعنی یک پیچ دراماتیک بهش اضافه کرده. ما می‌خوایم که در واقع این پرده ها رو در واقع کوتاه‌تر و منسجم‌تر پیش ببریم. نکته ویژه‌ای از این اپیزود اگر بخوای به خودت ببری، حرف ویژه‌ای اگر داری دربارش؟ همونطور که گفتم من حس میکنم که تازه دارم به یه سبکی میرسم توی سریال. یعنی دارم درکش میکنم که حالا میخواد چی کار کنه. یعنی فکر میکنم که حالا امیدوارم قسمت‌های بعدی دوباره چیزتر. خانم شاکر یه قسمت حموم در پیشه، شما از اون رقص سودابه هندی راضی نبودید، دیگه حموم نمیدونم. من نگران شما. چشم و یه دماغ و یه دهن رو بتونم حداقل ببینم تو. من فکر میکنم به یه تعادل و موازنه‌ای بین اون رویدادها اگه بخوایم بگیم، زیبایی شناسیش، اون کنترل دوربین رسید. نمیدونم به هر حال پر اتفاق‌تر مسیر جلوتر قصه فکر میکنم. بله، هر چقدر که پیشتر بریم ما مسیر قصه در واقع رخدادهای عینی بیشتری خواهد داشت و دیگه از اینجا خیلی قسمت مهمیه، به خاطر اینکه از این به بعد کسی که داستان خوندن میدونن شما تو داستان با یک تنش فزاینده مواجه هست. یعنی دیگه هر چی کاش شخصیت پردازانه و تغییر تحول اینا میخوای، دیگه بس اینجا انجامش میدی، کار سختی کرد. به نظر من اتفاقا آرمین رحیمیان هم که اون یکی دوتا پلان رو بهش دادن خیلی خیلی کاشت خوبیه برای بعد، چون به اندازه کافتور رمان یهو محو میشه، یه جایی هست و غایبه و بعد دوباره که حضور پیدا میکنه یه خورده نامانوسه. اینجا دوباره به ما یادآوریش کرد. خیلی خیلی اینجا من این بار از افسوده بعدم تو یه مخمسه کاراکتر افتاده، همین جوریش وضعش خیلی خرابه. خب میگفتن ناباکوف میگفت قهرمان تو بفرست بالا درخت بهش هم سنگ پرت کن. دقیقاً همینجوری داره، همون وضع هندی‌ها افتادن دنبال شب جای ناامنی و این حرفا، و حالا طرفی هم که میاد و میگه که بیا من برسونمت اینه و خیلی خیلی به نظر من کمک کرد. یعنی با اون فصل 2 که در راه امیدوارتری. بله من فکر میکنم که چون اولا که ناچاره که قصه گویی کنه، ریتم تندتری داشته باشه، یه خورده امیدوارم که بازیگوشیاشو کارگردان کرده باشه دیگه، اون ذوقه و اینا تمام دیگه، هر کاری می‌خواستی کردی دیگه، قصه رو بریم تعریف من راضی‌ترم. آره یکی دو تا سکانس خیلی خوبم به نظر من. سام درخشانی تازه واسه من جا افتاد. آره با اینکه زیاد حضورای طولانی نداشت و یکی دو تا سکانس، مثلا اون سکانس که میره و خونه اینا میگه عرق بیار بخورم و این حرفا، خیلی خیلی حضورش خوبه، یه آزار خوبی داره میده، چون بقیه هم سکوت کردن و دارن نگاش میکنن و خود در واقع زریرم داریم میبینیم که یه فعل و انفعال درونی رو انگار داره تجربه میکنه. ببینید یک تنش خیلی زیر پوستی تو اون سکانس هست که اینا اومدن خونه، برای اینکه انگار جمع ازداد و تضاد هاست. یعنی هر کسی دنیای خودشو داره تو اون سکانس و این دنیا رو با تعصب قلمروی خودشو حفظ میکنه. مثلا سام درخشانی خب خبر خوب اون خانکاکا خبر خوبی میده، میگه من وکیل شدم، حالا احتمالاً به واسطه همون خودشیرینی‌ها و چاپلوسیایی بوده که داشته با حاکم و اینا، ولی هیچکی خوشحال نمیشه، هیچکس وجود نشون نمیده. بعد خیلی فضای تضاد مردان زنانه ای تو این سکانس هست. یعنی پسره میاد میگه که همه زنها دروغگوان، همه زنها ترسوان، چرا به من دروغ گفتی اینا. یوسف میاد میگه که من نتونستم تو زنم تأثیری بذارم، پس چی رو میخوام تغییر بدم. زنه داره تو ذهنش فکر میکنه چقدر اینا همه غریبن با من، اصلا چقدر اینا رو نمیشناسم، اینا تا حالا کجا بودن، چی بودن. یعنی من فکر میکنم که اون به اصطلاح استعدادی که توی آبیار توی فیلم اولش اشیا از آنچه که در آینه میبینی به شما نزدیکترن دیده بودیم، توی این که جزئیات زنانه رو نشون میده، دلهره ها، دلشوره ها، عدم اعتماد به نفس ها، این که میخوان همه چیزو بذارن حفظ بشه، آرامش حفظ بشه، بلو این که خودشون زیر سوال برن، همه اونا رو توی این فیلم چکیده‌شو میبینیم و میبینیم که نتیجه‌ای نداشته. یعنی همه این کارا رو این کرده، حالا به خاطر یک اتفاقی که دست خودش هم نبوده
ناگهان همه چیز از هم میپاشه. و خب نقش اون قدرت درونی که عمه خانوم هم داره، عمه فاطمه داره توی اون سکانس هم خیلی مهمه، که خیلی با اینکه دوتا برادر قلدر اونجا هستن ولی عمه داره میگه بابا دست بردارید از دست این زن، ولش کنید مثلا. یا مثلا برای اولین بار جرقه های انقلابیگری هرمز رو میبینیم که میاد اونجا میگه که آره مثلا خونش فروخته به فقرا عدس‌پلو داده و پدر مثلا یه پس گردنش میزنه. یعنی انگار چینش همه آنچه قرار بعدها از هر کدوم از این شخصیت ها ببینیم رو تو اون سکانس یه جوری رقم میزنه، نشون میده. یه آنی هم فکر کنم 5 بود یا 6 بود واسه این حاله کاشته بود. اون آنه رو من خیلی دوست داشتم. تو اون فلاش بک جایی که پیش هوتن شکیبا هم پیش ملک سهراب، اونجایی که سر جلوی تابلو وای میستن و بهش میگه که بیشتر از این خجالت هم نده. آره. نگاه کلیه به هر حال کاراکتر به که فکر می‌کنه یحیی تامید دهنده. آره که از اینجا داره چیز میشه. اونم به نظرم این چیزا رو داره. اگه نکته‌ای ندارین ببندیمش، از قرارمون بیرون نزنیم، اینو حفظ کنیم توی. بله من نکته خاصی ندارم، ولی واقعا خیلی چشم انتظار اینم که قسمت‌های بعدی رو ببینم. مرسی. علی تو؟ منم همینطور امیدوارم که روند خوبش رو طی بکنه سریال همینطوری، یعنی هی بهتر و بهتر بشه. و یه نکته خیلی خوبی که توی این قسمت وجود داشت این بودش که همه چیز به یک تعادلی رسیده بود و امیدوارم این تعادل در ادامه پیش بره و همینجوری هدایت بشه. هفته بعد می‌بینیم دیگه. ببینیم. مرسی از شما. بریم پرده بعد از برنامه اپیزود. پرده سریال وحشی. ما هفته گذشته بحثمون با درازا کشید، صحبت کردیم با سحر اسرارآزاد و پویا سعیدی، به این نتیجه رسیدیم که بحث ادامه دارتر خواهد بود، بنابراین دو تا هفته دیگه بهش اختصاص دادیم. امروز در واقع دربارش صحبت می‌کنیم و هفته آینده بحث رو دربارش می‌بندیم. فوکوس امروزمون بیشتر روی در واقع ادامه متن و کارگردانی سریال خواهد بود. خوش آمد میگم به مهمونام. اول سلام سحر جان. سلام خسرو، متشکرم. خوشحالم که بحثمون ادامه داره. بله. سلام. منم سلام میکنم. بریم تو دلش دیگه. آره دیگه. میخوای خودت میزبان ماجرای دیگه شروع کن. آره. من چون ادامم خوبه، شما میخواید دوباره شروع کنید. من شروع خب نکته‌ای که درباره وحشی حالا تو جلسه قبلم توی صحبتمون رو شروع کردیم و بخوایم الان ادامه بدیم، خب مسئله اینه که خب هومن سیدی هم به عنوان فیلمنامه نویس، هم به عنوان کارگردان، هم البته به عنوان بازیگر که قراره به فصل بعدی اضافه بشه، به نظرم من یک اشراف همه جانبه‌ای روی کار داشته که حالا ما روی بخشای فیلمنامه‌ش هم بیشتر تمرکز کردیم. چیزی که من درباره ارتباط فیلمنامه در عین حال با کارگردانی میتونم حالا آغاز صحبت رو داشته باشم، نظر پویا و تورم بگیرم، اینه که وحشی ویژگی که داره و برای من جذاب بود، در واقع قطعاً تو مرحله کاغذ و قلم شکل گرفته و بعد توی بازی بازیگر و البته توی مواجهه کارگردان با این قضیه، اینه که این مسئله این که کاراکترها منحنی شخصیتی دارن و این منحنی یک جورایی 0 تا 100 کاراکتر رو در بر میگیره. این نکته رو من سعی کردم روی خیلی از کاراکترها بررسی بکنم و در عین حال نوع مواجهه بازیگر با این قضیه و حتی رابطه های دوتایی که بین داوود با دیگران چیده شده، اینو از این جهت میگم به نظرم خیلی مهمه که میتونه هم تمرکز بازیگر رو تو چینش این خط سیر به نظرم مورد توجه قرار بده، همین که هومن سیدی به عنوان فیلمنامه نویس موقعی که داشته این رو مینوشته و بعد توی کارگردانی موقعی که میخواد ثبت بکنه این روند رو، به نظرم این یک دستی رو رعایت کرده و از اون جاهاییه که من مثلا میتونم بگم که اتفاق خوبی بوده که یک فرد با اشراف
در همه مواقع این اتفاق نمیفته. فیلمنامه کاراکترها شخصیت‌ها رو خلق کرده و بعد در مرحله کارگردانی از مرحله انتخاب بازیگر تا تعامل با بازیگرش این مهم و لحاظ کرده و بعدم توی کارگردانی به نظر من خیلی این روند با ظرافت دنبال شده، چیده شده و در نهایت اون چیزی بوده که ما میبینیم. این نکته رو گفتم که دوست دارم به مصداقاش هم اشاره بکنم، ولی میخوام نظر تو رو راجع به این بدونم و بتونیم بیشتر راجع بهش صحبت کنیم. درباره منحنی شخصیت‌ها به طور کلی در عموم این سریال این خیلی واضح و قابل مشاهده است. هم منحنی داشتن شخصیت‌های اصلی و فرعی، چون اساساً یه سریال در واقع یک داستان کیپر استوریه که قراره یک فردی از یک جایی شروع بکنه و تبدیل به چیز دیگری بشه در ادامه یک فرایندی، در طی یک مسیری. و طبیعتا این خواسته کلی این جهان داستانی هست که باید شخصیت ها، باید آدم های این قصه علاوه بر اینکه باورپذیر باشن، علاوه بر اینکه جذاب باشن، سیر تغییر و تطور در اینها قابل مشاهده باشه. و برای این تغییر و تطور دو تا رویکرد کلی طراحی شده باشه. یکی اینکه مجموعه کنش هایی که کاراکترها در موقعیت های مختلف از خودشون نشون بدن و تصمیم گیری هایی بکنن که این تصمیم گیری ها اونها رو به مسیرهای تازه‌ای ببره. و از اون طرف انتخاب و طراحی از نوع گویش تا بک‌گراندی که برای آدم ها قرار گرفته میشه تا نمودی که از لحاظ ظاهری چه از لحاظ اکتی در موقعیت داستان به طور کلی و در زندگی های هر کدوم شخصیشون، مثل پیرمرد، یعنی از کاراکترهای فرعی بگیریم، مثل پیرمردی که شاهد ماجراست، شیوهی که در واقع داره اکتش رو انجام میده، شیوهی که داره درخواستش رو بیان میکنه، شیوه خیلی خاصیه، خیلی متفاوتیه. هیچ کدوم، یعنی میدونیم میخوام بگم ریتم کلی این سریال که مبتنی بر درنگ کردن و آهسته آهسته پیش رفتنه به تمام شخصیت-های این قصه این امکان رو داده که آدم-ها در چند موقعیت در یک کنش ادامه دار مفصل خودشون رو بروز بدن و ساخته بشن و حالا به سمت تغییر حرکت بکنن. اما یه چیزی که خیلی مهمه، حالا علاوه بر تمام زمینه‌های فیلمنامه نویسی که هم راجبش حرف زدیم، هم در ادامه هم حرف خواهیم زد، من فکر می‌کنم اجرای خیلی ویژه‌ایه. از یه نظر خیلی جای متفاوتی از کل کارنامه هومن سیدی قرار میگیره. بیشتر این شبیه به جنگ جهانی سوم، یه مسیری که از جنگ جهانی سوم شروع شده، اینجا به نظر من به اوج پختگی رسیده، چون زیبایی شناسی در آثار هومن سیدی، زیبایی شناسی اجرایی، دچار یه پرابلمایی بود، یعنی پرابلماتیک بود همیشه، یا دوستدارش بودی یا متوجهش نمی‌شدی. همینا به این دلیل بود که از هیچ کدوم انگیزه های درونی پیروی نمی‌کرد این فضای اجرایی کارها. یعنی انگار که کارگردانی ما داشتیم که یه چیزهایی دوست داشت بگیره، یک پلان‌هایی دوست داشت بگیره که استادانه هم به نظر من اجراش میکرد، اما لزوم درون متنی برای این زیبایی ها، برای این چینش ها، برای این چیدمان ها متوجه نمیشد. اینجا در یک مسیر معکوس، با اینکه من فکر می‌کنم از لحاظ بصری کار بسیار درخشانه، یعنی میشه یه عالمه از جاهای سریال رو انتخاب کرد، راجع به ویژگی‌های بصریش، راجع به ویژگی‌های صوتیش، ویژگی‌های اجرایی، میزانسنیش صحبت کرد. ولی همه اینها رفته عقب، پشت لزوم‌های شخصیت و داستان مخفی شده و اونها رو تونسته بروز بده. حالا من اینجا چون بحث اجرام شروع کردم متوقف میکنم، شما ادامه بدین. من بحث دارم. منو یاد چیزا هم میندازه تو صحنه‌های از اجرا، منو یاد خشم و هیاهو هم میندازه تو شکل در واقع کارگردانیش، مثلا جاهایی که حالا مثلا بازجویی‌ها و اینا. آره بازجویی‌ها، جایی که به چیز نزدیک میشه، در واقع به کاراکتر رها نزدیک میشه، جنس اجرایی و جنس بصریش به نظرم باز شبیه اونه. به هر حال اون نکته که میگی، نکتهش اینه که هومن سیدی به نظرم جزو اون آدم‌هاییه که از روی کاغذ دقیقاً تصویر نهاییش رو شروع میکنه به شکل دادن و این شانس رو خب داشته از اولی که خودش فیلمنامه‌های خودش رو بسازه، بنابراین فیلمنامه رو اصلا بر اساس تصویر نهاییش مینویسه و این همیشه وجود داشته. یعنی همیشه ما فصل‌ها و عکس‌هایی رو داریم
که فیلمنامه نویس باورمنده به این که قابل اجراست و تو اجرا هم میره اجراش میکنه. خب مثال هم اینه که مثلا این فصلایی که کنار هم مختلف کارگردانی فقط ولی بلد بله. اصلا همون فصل نمونه‌ای نوید محمدزاده با اون پلیسه بله. که من من غنیم تو امکان نداره اینو یه کارگردان دیگه ای بتونه یه فیلمنامه‌نویس دیگه بنویسه و یه کارگردان دیگه بتونه اجرا بکنه و تو در اون جایگاه در اون سکانس باورش بکنی در خود سریال. میدونی میتونی ببریش و بکشیش بیرون بگی مسخره‌اش هم بکنی حتی، ولی درون خود سریال داشته کار می‌کرده. اون لحظه که میدیدیم متوجه نمی‌شدیم. یکی از استادای وقتی اومد بیرون یکی از استادای این کار چیزه، یکی از استادای این کار جیرانیه. جیرانی اینو خیلی خوب بلده. یعنی یه وقتایی اینو یه بار علی مسلم به من توی تحریریه مجله روزنامه بودیم یادمش کجا یادش بخیر بهم چیزی که بهم نشون داد سر قصه پریا بود و یه چیزی بود تو سکانسی بود که خیلی طبیعی بود بین مصطفی زمانی و مهناز افشار که اینا داشتن یه دیالوگی رو با هم دیگه میگفتن و در فیلم خیلی طبیعی بود، خیلی تاثیرگذار بود. بعد علی گفت اینو نگاه کن چقدر چیزه، چقدر شعار این دیالوگه و چقدر احمقانه است رو کاغذ. میدونی ولی فیلمنامه نویس با علم به اینکه خودم قراره بگیرمش و خودم چه جوری قراره بگیرمش میتونه بنویستش و میتونه همون شکلی اجراش بکنه اونجوری که میخواد، یعنی خودش اون خانشو داشته باشه. خودش این چیز مهمی. حالا یه پرانتز کوچیک باز کنم، من تو اون مقطعی که با ماهنامه فیلمنگار کار میکردم این شانس رو داشتم با خیلی از فیلمنامه نویسای حرفه‌ای گفتگو میکردم و خب البته یه سری کارگردانا که خودشون هم فیلمنامه نویس بودن. یه سوالی که برام مطرح بود این بود که در مرحله کاغذ و قلم به خصوص اونایی که کارگردان بودن چطور میتونن اون کاراکتر فیلمنامه نویس، کارگردان یا بعضیا تدوینگر رو آیا در یک جعبه دربسته میذارید جدا میکنید یا چطوری اینا با هم کلنجار میرن تا ما به نتیجه نهایی میرسیم؟ این کاملا در مورد نه برای اجرا نوشتن ببین خیلی مشخصه. یعنی کارگردانی که این کارو میکنن من همه این سالها تو نقدها من اینو سعی کردم که این همیشه واسه نکته مهمی بوده. مثلا یه بار یادم توی نقدی روی به وقت شام حاتمی کیا بود مثلا میگفتن نوشته بودم که جایی که در صحنه‌ای که هواپیما از این ور بان داره میاد داعش یا از اون ور بان میان هواپیما از روی این میکشه میره بالا و انفجار اتفاق میفته رو هیچ فیلمنامه نویس عاقلی نمینویسه چون فکر میکنه کارگردان نمیگیرتش. هر کارگردان دیگه هم باشه خط میزنه صرفا چون ابراهیم حاتمی کیاست و میخواد که این سکانس رو بگیره هم مینویسه هم میگیره. میدونی این اتفاق است. درباره هومن به نظرم از همون فیلم اول تا امروز این اتفاق از این حتی از آفریقا هم وجود داشته. یه چیزهایی مینویسه که فقط خودش میتونه بگیره و خودش در واقع خودش خودش میخواد بگیره در واقع بلد باورپذیر درش بیاره. میدونی من این تجربه رو پارسال سر سریال خودم هم کردم. عملاً چیزایی بود رو کاغذ که بازیگرا میخوندن میگفتن که این که فانتزی، این که مسخره است، این که در نمیاد، این که اداییه. میدونی من چیزایی بود که من میدونم چی میخوام بگیرم و دقیقاً بر اساس اینکه میخوام بگیرم میرفتم مینوشتم. این خیلی نکته مهمیه که میگی. یعنی اساساً تو اون مرحله اون کاراکتراش یعنی اون دو تا بخشش دارن با همدیگه کلنجار میرن تعامل میکنن ولی خروجیشو که ما میبینیم به نظر میاد تعامل درست شده. حالا این صحبتی که تو هم داشتی پویا میخوام از این منظرم استفاده بکنم درباره اینکه در واقع بخشی رو که مینویسه خودش میخواد کارگردانی بکنه. حالا به یک نوع دیگه توی وحشی فکر میکنم هفته پیشم به این نقطه رسیدیم که به یک نوع در کاراکترها کنشهاشون جهانبینی و نگاه ما بهشون یک عدم قطعیتی وجود داره که باعث میشه که ما در نهایت نتونیم مثلا مطمئن بگیم داوود مثلا از اول بگیم واقعا اینوری اونوری. راجع به رها کاراکترها همه این قضیه وجود داره. این مفهوم و این تم درونی رو به نظر من هومن سعیدی تو طراحی موقعیت‌هاش هم خیلی هوشمندانه و به جاهایی که راه میداده استفاده کرده که نمونه‌اش هم خودتو الان اشاره شد، مثل اون صحنه‌ای که اون پیرمرد یعنی پدر بزرگ نوید حالا اون پشت کنار جاده تو یک خونه‌ایه که حتی داوود اصلا میگه اینجا خونه‌ای پیدا نمیشه، یعنی همه چیز تو یک حاله‌ای از ابهامه ولی تاش میریم میبینیم این خونه هست. اما اون پنجره، نوع نظرگاهی که اون پنجره به اون جاده داره، ماشینی که رفته، ماشین از این ور رفته از اون ور رفته، آیا واقعا پدر بزرگ دیده ندیده، این روایت رو برای نوید کرده، به چه شکل بوده، همه اینا
چینشش به گونه‌ایه که باز اون عدم قطعیت، این که باز مطمئن نباشیم، این که داوود خودش هم شک بکنه آیا واقعاً اون آقا دیدتش، آیا نوید راست میگه. میدونی همه اینا اون به این فضای ابهاموار دامن میزنه که باز ما نتونیم، یعنی وقتی داوود خودش مطمئن نیستش، ما به عنوان مخاطب هم حق داریم این پیچیدگی و این در واقع میشه گفت فلو بودن اتفاقات و رویدادها رو هی به خودمون تکرار بکنیم. اینم به نظرم باز از اون جنبش میاد که میدونسته میخواد چه مفهومی رو در طول سریال در اون زیرلایه‌هاش همینجور بست و گسترش بده. بچه یه نکته بگم، هر کدوم یه چیزی راجع به کارگردانی کار اگر دارید بگید. این سکشن امروز ببندیم. جلسه بعدی هم راجع به بازی هم راجع به چند تا سکانس شاخص مثل همین که داری حرف میزنی بریم در واقع این دیتیل ها رو با هم دیگه مرور کنیم. جلسه بعدی بریم جزئیات. الان اگه حرف کلی راجع به کارگردانی یا متن دارید بگید که این پارتو ببندیم. یه چیزی خیلی توجه منو جلب میکنه توی کارگردانی وحشی. خیلی این دفعه بعدی که داشتم میدیدم خیلی دقت میکردم و استوب میکردم و بررسی میکردم و اینا. ما معمولا یک دستی رو یک چیزی مینامیم که مثلا یک مجموعه گرامر ثابتی رو برای یک مجموعه انتخاب بکنیم که از اون تخطی نکنیم، که مثلا اگر تو دوربین ثابت روی سه‌پایه و اینها رو انتخاب کردی، یه جاهایی در حد استثناء در واقع ازش جدا بشی و جور دیگه ای بگیری، ولی اون مثلا بیس اصلیت باشه. اتفاقی که اینجا افتاده که اتفاق جالبی، یعنی من هفته پیشم بهش اشاره کردم، دوباره بهش میگم، این لنز آنامورفیکی که انتخاب شده که آنامورفیک واقعا کار باهاش هم سخته، یعنی فوکوسش خیلی سخته. نمیدونم صحنه یه الزاماتی درش ایجاد میشه که تو چون قابت خیلی عریض‌تر میشه، چیزهای بیشتری در اون قاب جا میگیره و تو باید مدام صحنات در واقع یارای برابری و جلوی آنامورفیک نمایش داده شدن رو داشته باشه. و خب اینجا آنامورفیک عمدتاً روی دست گرفته شده که اینم باز یک حرکت خیلی رادیکاله. یعنی مجموعه ای از انتخاب‌های رادیکال، همنشینی گرامرهای ناساز درون وحشی وجود داره که مثلا تو ببینید خیلی از صحنه‌ها، انتقال‌ها و ورودی صحنه‌ها با دوربین رو دست از نقطه C به B به A که نقطه سوژه اصلیه برسیمه، یا حالا مثلا تو کارهای ایناریتو خیلی به عنوان یکی از اساتید رو دست زیاد این استفاده میشه. این گرامر کامل روی دست رو استفاده میکنه، باهاش درام پردازی میکنه، باهاش صحنه رو جلو میره، ولی یه جایی برای تاکید میره روی سه‌پایه، یه پوشین میکنه، به کاراکتر نزدیک میشه، یا نوع کات از جامپ استفاده میکنه، از مچ استفاده میکنه. یعنی اگر که یه چند تا سکانس وحشی رو بذاری کنار هم، متوجه میشه که داره تقریبا از تمام امکانات و شیوه های کارگردانی استفاده میکنه که این به شدت وحشت آفرینه برای هر کارگردان دیگه ای که این یه دستیه چطوری رقم میخوره. این طیف خاکستری آبی که کل رنگ، یعنی چیز رنگی فیلم رو به ایناریتو اشاره میکنی. یه بخش دیگه ای مثلا دلباختگی هومن به نظرم به اودیار خیلی مثلا مشهوره. بله خیلی. بعد تو اصلا همین طیف اودیار تا ایناریتو رو در نظر بگیری میبینی که چقدر شکل‌های مختلف کارگردانی رو فقط، ولی بلده که اینا رو یک دست یه خروجی یک دست بده. اینجا یه هومن سیدی تدوینگر وجود داره که شاید جرأت بشه گفت یکی از بهترین تدوینگرهای حال حاضر سینماست. یعنی انقدر، یعنی میخوام بگم نقش، یعنی یه بخشی طراحی اجراییه که همش چالشه. یعنی وقتی به پشت صحنه این اثر آدم فکر میکنه، خب پر از چالشه و سر آدم سوت میکشه با اون لنزا چطوری میشه این همه چیز رو انجام داد. یه بخش دیگه اینه که این پیوستگیه، این یک دستیه، حاصل یه تدوین به شدت فکر شده ایه که من متوجه شدم که، یعنی با خودم این سوال میپرسیدم، رفتم دنبال جواب این سوال که من چرا اینقدر خیلی جزئیات زیادی میدونم. در ابهاما رو منظورم نیست، در هر صحنه ای از لحاظ حس و حال همه چیز رو که باید ببینم میبینم، همه حسی که باید بگیرم رو میگیرم. خب این خیلی از صحنه‌ها اصلا دیتا کلامی نیست که من میگم این دانایی، این دیتا رو من چجوری دارم دریافت میکنم. بعد صحنه رو میام ریز میشم توش، میبینم که مجموعه این ترفندا و اتصالات، کارگردان در هر جایی
درست در این زاویه رو اتخاذ میکنه که خیلی وقتا زاویه رادیکالی، یعنی زاویه معمولی نیست، خیلی کمتر از کاور استفاده میکنه، مستر نمیدونم OS رو خیلی کمتر میبینی، ولی جاهایی که میبینی درسته. یعنی ببین هماهنگی دیتیل شات ها توی اون لنز عریض روی یک چیز فوکوس کردن، بعد کنار اون قرار دادن صحنه های جمعیتی یه حجمشو در واقع سر صحنه تدوین کرده. آره دقیقاً، کاملا یعنی این حاصل یه چی رو میخواد به چی بزنه و کجا تو بزنه. میگی سر صحنه، من میگم حتی موقع نوشتن فیلمنامه هم تو اون مرحله هم باز بخش تدوینگرش فعال ما بوده. به شدت با ایده های اجرایی میتونیم وارد درونیات کاراکترهایی بشیم که خیلی وقتا نمیگن چشونه. این مشخص ترینش کاراکتر رها جهانشاهیه که به شدت کاراکتر مبهم، پیچیده و متناقض ولی از اول این ناراحت بودنش که درگیری که ما نمیدونیم چیه، اینو کاملا مشهوده که همون نکته که تو میگی، نوع قاب بندیاش، نوع به تصویر کشیدنش، لنزها و همه اینا از همون اول به بسم الله که وارد میشه کاراکتر تو قسمت 4 این رو داره، این حس رو به ما میده. این یک گرید، یک چیزی درونشه که ما نمیدونیم چیه ولی هست و خیلی هم قویه. چون این کارگردانی سریال با فیلم یه فرقایی داره، یه سری چیزا داره، وظیفه ها داره، مثل اینکه آقا تو باید مثلا برای چه می‌دونم آنچه گذشت، برای پلان پایانی اپیزود، برای اینکه ما چه جوری مثلا به اپیزود بعدی وصل بشیم، کاراکترها وقتی وارد قصه میشن چه جوری اینا رو وارد بکنی، اینا همه وظایف پلاس کارگردانی سریاله که اومد اینجا مثلا همین پلانای پایانی تیتراژی که آنچه خواهید دیده است در واقع یه فرم داره، یه فرم اسلو موشن خیلی اونو که اصلا چیز ساخته علیار راستی ساخته. ولی ببین ایده رو یعنی تو میای میخوام بگم با این مدیومه نه فقط به عنوان سینماییش، با این مدیومه به عنوان کارگردان سریال خیلی همه چی فکر شده است. نوع تیتراژ، آهنگی که استفاده می‌کنی برای تیتراژ اول و آخر، یعنی جوری که کاراکترها رو وارد می‌کنی، انتقال‌ها، اینکه چه جوری دیتاها رو نگه داره در کل سریال، بتونی به ما یادمون بیاد یه چیزی رو که قبلا کاشتی بدون اینکه آنچه گذشت ببینیم، ما یادمون باشه چه جوری روش تاکیدهایی کردیم. و مهمش اینه که همیشه هومن چیز دیگه در شکل استعاریش روح زمانه هم داره تو کاراش، یعنی همیشه واکنش‌هایی از همین استفاده از شروین و هیدویی که مثلا داری میگی و مثلا ترک جنگ شد، همه اینها به نظر چیدمان‌هایی است که دقیقاً داره اتفاق میفته. بچه‌ها خیلی بیشتر از هممون حرف زدیم. بریم هفته آینده راجع به جزئیات در واقع صحبت بکنیم. من قول میگیرم که هفته دیگه هم داشته باشیمتون اینجا و بحث وحشی رو با هم ببندیم. مرسی ازتون. مرسی. بریم پرده بعد. خب پرده سریال شغال در برنامه اپیزود به روال هفته گذشته با سعید مروتی و احسان طهماسبی سریال رو مرور میکنیم و از این هفته طبق قرارمون سراغ خود اپیزود پخش شده این هفته میریم، اپیزود 11. احسان چطوری؟ مخلصیم. یه مروری در این اپیزود پخش شده بکن، کلیتش چی بود قصه؟ خب ما توی این قسمت یه در واقع انتقام موفق داریم، یه انتقام نافرجام هم داریم. انتقام موفقه اون بازی باخته شده قمار قسمت اول بله و که در واقع منجر به اصلا شروع داستان اتفاقات شد و الان دیگه توی این قسمت برگشت میخوره. حالا با اون کلک و عقده‌ای که سوار میکنن میتونن در واقع اون اتفاقو به نفع خودشون تموم کنن. یه تصفیه حساب نافرجام هم داریم که قرار بوده که اون گلخونه که تو قسمت 10 دیدیم که سوخته، قرار بوده که کس دیگه ای توش باشه و اتفاق خب به شکل دیگه ای رقم میخوره. آره اسپویل کن درباره چی حرف زدیم. آزاد قرار بوده بکشن و در واقع به جای شکوه کشته، به جای شکوه کشته میشه و اینکه یه اتفاقاتی هم توی بیمارستان میفته که اینا با هم متوجه میشن که ظاهراً اون کسی که در خونه شکوه بوده ظاهراً اون داماد اصلی نبوده و پای آدم دیگه ای وسطه. اینجا یه سری سوالات توی ذهنه در واقع اون آقای کامران اگر اشتباه نکنم به وجود میاد و احتمال اینکه اون رازی که در واقع سر به مهر مونده از قسمت اول که هنوز
برادر از برادر خوندش خبر نداره و کاری که پیش اومده، اینجا دیگه داره یه مقدار جنب و جوش بیشتری توی این سوالاش میفته و تعدادش داره بیشتر میشه. شبنم مقدمی هم جلو میره، در واقع میرسیم به جایی که در واقع اونا براش پاپوشی میدوزن و میخوان که آره یه اشاره رو آخر در واقع این قسمت داره و اونم اینه که به نظر میاد داره یک ارتباط قبلی که شبنم مقدمی با همسرش، با برادر همسرش داشته، تبدیل به یک موضوع کاری داره به یک انتقام شخصی هم گره میخوره. در واقع سعی داره که این موضوع رو یه بحران جدید از این مسئله بسازه و یک موضوع کاری رو پیوند بده به موضوع شخصی که زمینه انتقام جویی برادر در واقع شوهرم فراهم بشه که پلان آخر با اون تموم. بله. خب یه چیزی که هست سعید، اینو لطفاً شما مشارکت کن توش. ما یه چیزی تو سریال نویسی داریم به نام کلیفهنگر، اون قلاب در واقع پایانی که قرار است که ما رو از این اپیزود به اپیزود بعد معطل نگه داره، مشتاق نگه داره نسبت به ماجرا. چیزی که دیشب اتفاقا داشتم میدیدم این اپیزود رو، اتفاقی میفته اینه که ما یه تصویر تو ماشینی داریم که یه مسیجی میاد، SMS در واقع خونده میشه و حتی من اول نتونستم به لحاظ عینکم بخونمش، یه چیزی یه لحظه خوندم دیدم چیز مهمی نیست احتمالاً و رد شد، بعدم تموم شد اپیزود. بعد عقب زدم پاس کردم ببینم که نکنه چیز خیلی مهمتری بود من ندیدمش و دیدم که نه همون که خوب بالاخره تونسته بودم بخونم بود. یه ذره به نظرم عجیب این کلیف هنگرها، انگار که بهش فکر نشده توی سریال. اصلا شما دوره حسین قلی مستعان هم که خیلی پاورقی نویس بزرگی بود و لطف‌الله ترقی که 1000 سال پیش پاورقی می نوشتن، تو اون عصر هم رعایت میکردن که داستان رو یک جایی تمام میکردن که هفته بعد یا روز بعد هم خواننده مشتاق باشه که این رو بخونه و این پایان بندی ها بود که در واقع این حالتی، یعنی قبل از عصر سریال سازی در دوره پاورقی نویسی هم حتی این رعایت میشد. به نظر میرسه که این سریال وقتی اینجوری پایان بندی اینجوری شکل میگیره، به نظر میرسه که دوستان انقدر آلایش فکر نکردن یا براشون اوکی بوده، با شتاب گرفتن، انگار یک چیزی یه تک گرفته شده، بعد گفتیم خیلی خوب اینو از اینجا ببریم پایان قسمت 11 حالا اینجا میتونه تموم بشه، یعنی چیزی به نام فصل بندی به اون معنی 45 دقیقه کات شده. آره به نظر میرسه که تا جایی که گفتن خب کافیه همینجا تمومش کنیم، برای همین اوکی بودن و گفتن که خب حالا سریالی هستش که بیننده‌ش رو پیدا کرده، به نظر خودشون می‌کنن تا همینجا خوب پیش رفتن و حالا اینجوری. بعد تو قسمت‌های قبلی هم همچین مشکلاتی دارن یعنی فقط این منحصر به این قسمت نیست، حالا واقعا نیست به این قسمت. آره فکر می‌کنم که تایم مهم بوده، زمانی که باید یک قسمت پر بشه و بگن از اینجا به بعدش میفته قسمت بعدی. اصلا به نظرم هیچ فکری روش ندارن، چون واقعا هیچی نیست اون صحنه. ممکنه که در قسمت بعدی اون وصل بشه، اون آغاز یک سکانس به اصطلاح مهم باشه، ممکنه اینجوری باشه واقعا، ولی در به عنوان بیننده‌ای که داره این رو میبینه این پایان بندی نمیندازه به هر حال که تو نگهت داره به عنوان هیچی نیست دقیقاً الان چه اتفاقی بله اصلا اون وقتی به نظر تموم میشه حالت بدی داره، این فیلمسازان مدرن اروپایی یک جامپ کاتیه، انگار یهو تیتراژ میاد گداری میشه تاش. اصلا این اپیزود چی توجهت رو جلب کرد، چه خوب چه بد؟ یه نکته ای رو من کنم بهتره با اینجا با هم دیگه به اشتراک بذاریم، اونم یه مرور رو 10 و 11 اگه بکنیم یه اتفاق خاصی داره میفته. ما یه مسئول سازمان شهرداری داریم که خب خیلی گل درشت هم در واقع اون پرچم شهرداری هم اون آرم فلان لوگوش هم اینا هستش و آدم خوبه است و قصد داره که یه کار این شکلی انجام بده. از وسط سریال تلویزیونی دهه 70 اینا شاید 60 تا 70 اومده. آره. درست کاره. بعد یه آقایی داریم که به اسم بشیر اگر اشتباه نکنم که اون بدمن است که هم توی داستان تجاوز اون دختر اولی که شبنم مقدمی پروندهش رو پیگیری میکنه حضور داره و داره رد پاشو پاک میکنه و هم توی داستان زمینخواری و مشخصه که از ارتباطات و حرف و دیالوگاش مشخصه که به یک جای وصله و حالا به قول خودم یا آقازادگی داره. به نظرم خیلی نمیشه احساس میکنم یه مقدار آمدانگی در سکانس معرفیش اصلا چیز میکنه دیگه، اونجایی که میاد دم اون همون مجتمع اولین باری که کار سپرده میشه به
مهدی سلطانی در واقع اونجا دم در میاد و تهدید میکنه، میگه که آره. در واقع تو چیز میکنی دقیقاً دیگه، اگر که نمیبینی آینده رو مثلا، فقط این توی دیالوگ این مایه ها داره. من فکر میکنم آمدن یه مدح در واقع آقایی و یه زعم آقازادگی این وسط داره رخ میده و در دل داستان مستتر که نمیشه ازش گذشت. یعنی فکر میکنم یه جوری از همون تیپایی که عموما مرسومه داره استفاده، یا بهتر بگم حالا سوء استفاده میشه، در جهت اینکه یک شکلی از طبقه در واقع سیاسی اجتماعی جامعه ایران رویکردشون رو در مقابل یک طبقه آقازاده‌ای که در واقع، حالا نمیتونم بگم که خیلی که نه، ولی یک آدم‌هایی که به یک شکلی تونستن از این فضا سوء استفاده، نوکیسه ها استفاده این شکلی بکنن و ظاهرا اتفاقات بدی که داره این وسط این ستایش و این شکل تو چیزام بود دیگه، تو کار انقام همیشه هست دیگه. بله دقیقاً. این خود سریال آقازاده هم همین رو کرده داره. خود آقاها خوبن، آقازاده ها هن که در و این به نظرم دقیقاً سنجاق شده، یعنی فیلمه اصلا اینجوری نیست، ولی به قول تو یه دفعه می‌بینیم یه کاراکتری اومده که اصلا از دل یه داستان و شرایط دیگه است و یه مقدار برای من زننده بود. من بازم با این آخری که الان پایانی که شما صحبت کردینم خیلی گاردی بهش ندارم، اصلا پایان خوبی نیست، یعنی در این شکی ندارم، ولی میگم همونطوری که خودم داستان رو تعریف کردم، گفتم انگار که ورود به یک رخداد دیگه و یک انتقام شخصی که وارد یک موضوع کاری شده است. یعنی حتی میتونم اینجوری تعبیرش بکنم، یه مقدار برای خودم موضوع رو ساده تر جمع و جورش بکنم، ولی این دیگه به نظرم داره ورود میکنه، همون دیدگاهی که داری میگی داره خودشو به فیلم، به سریال تحمیل میکنه و قصد داره که یه جورایی به نظرم اون موضوع رمانتیکه، اون بحث جناییه، اون اتفاقات اونا رو تحت شعاع قرار بده. خیلی خلاصه پیرنگی که تو تعریف کردی بهتر از خود بله خیلی بهتر. حالا من مشکلم حالا غیر از این مسائل فرامتنیش به کنار، جزئیات هر صحنه است. صحنه‌ای که قلیون میکشه اون آقای اون شکلی شق و رق نشسته، نوع اصلا جای دوربینش، ایستش، دیالوگ هایی که بینشون رد و بدل میشه، خیلی برام سخته بپذیرم یک شخصی که نمیدونم 17-18 ساله داره سریال میسازه و اینقدر این صحنه ها رو باسمه‌ای از آب در بیاره، انگار که عمدن داره این کارو میکنه. و حالا غیر از اینکه مشکل منفی های این تیپی تو تمام فیلم ها و سریال های ایرانی تقریبا هست، انگار یک کارخونه مطلق سازی هست که همه رو یک جور درست میکنن، اسمشون رو فقط عوض میکنن. این مشکلی که دارم، مشکل قالبی، یعنی ولی من بیشترین مشکلم با اجراست، یعنی اصلا کاری به این ندارم که اینها قراره چی رو نمایندگی کنن، چیکار کنن. من اگه به عنوان یک فصل مستقل اگه این تیکر رو ببری بشین نگاه کنی، هر کدوم از این فصل‌ها رو نگاه کنی، چیزی که تو ذوق میزنه یکی اینه که اولا صحنه‌ها بد نوشته شدن، دیالوگ‌ها بسیار بدن. اینکه میگم دیالوگ‌ها بسیار بدن، بخشش ممکنه به اجرا برگرده، چون ما می‌بینیم در صحنه‌های دیگه دیالوگایی که زیاد خوبم نیستن، بازیگرا تونستن اونها رو جوری بیان کنن. من خب این رو به حساب کارگردانی قطعا نمیگذارم، من انتظارم از کارگردان اینه که اون پسر بچه‌ای که گریه میکنه خوب بازی کنه، و الان اینکه مهدی سلطانی اون کارهایی که 1000 بار کرده رو یه بار دیگه هم انجام بده، جدا از اینکه تکراریه ولی خب میتونه صحنه رو یه جوری در بیاره، انتظاری از اون صحنه‌دار نداریم. و همین نکته اینه که بعد چیزهای عجیب و غریبی که شاید سازندگان فیلم دارن شوخی میکنن با خودشون و با ما، اینکه هر کیو میخوام بکشن باید ببرن شمال بکشنش. چرا کرج شمال؟ اینم چون همین اصلا انگار همون بغل یه جوری برخورد میکنن با شمال، انگار همین بغل مثلا 30 کیلومتر اونورتره. اصلا این سریال های اینجوری استعداد غریبی دارن برای اینکه تبدیل به پارودی بشن و عملا در شغال این اتفاق یه اتفاق دیگه هم واسه این اپیزود خیلی بنظرم جلب توجه میکرد، ماجرای اتفاقات توی بیمارستان. یعنی یک نفری سوخته و دیگه از این دردناکتر فکر نمی‌کنم مثلا مرگی بتونه اتفاق بیفته. دخترش هم که همه کل مردهای سریال دنبالشن در واقع رو تخت بیمارستانه و اینا دارن درباره اینکه کی با دست گل رفته اونجا، کی چی کار کرده، دم در اینا با هم دیگه دعوا میکنن. انگار پیرمرد پیرزنی که مثلا 10 سال تو بستر بیماری بودن. آره یه برخورد عجیبی تو بیمارستان داره با مقوله مرگ اتفاق میفته. بله هم کاراکترها خیلی به شکل عجیب کتفشونه همه چیز و آره بعد جای بدیه واقعا در چنین فصلی. شما نباید الان بیای مثلا اون حالا بماند که قبلش اون عطا اگه اشتباه نکنم شهرزاد دلافکار و اونجوری که خودش رو میزنه و دیالوگ میگه که من در این سطح من یادم نمیاد مثلا
باید خیلی فکر کنم ببینم چنین اجرایی، چنین دیالوگی و به نظر مثلا خیلی همین قرار فصل شبیه میشه. کاراکترهای چیز باشه دیگه، مرتضی عقیلی و اینا در بله واقع وردست بله قهرمان وردست باشه، قهرمانه، ولی قهرمانای این میزان اگزاجره و رفتارهای عجیب و غریب و گفتن اونها آره واقعا مسئله براشون نیست، انگار چیز بدیهیه که اون آدم پود کرده. بعد با حذف کاراکتر دختر که مثلا قاعدتا بار احساسی ماجرا رو میتونست اون بالا ببره، ولی با خوابوندنش روی تخت حذفش کرده، عملا اصلا نیست. خب حالا ببینیم با بقیه میخواد چیکار کنه. بقیه هم که این خیالشون نیست. حداقل کاری که فیلمنامه میتونست بکنه احتمالاً این بود که 3-4 روز این مرگه رو لفتش بده، اینا سر بشن نسبت به ماجرا دیگه، مثلا بعد از 3 روز که این دعواها ولی مثلا اون که دم در بره سیگار داری بعد اون دعوا اتفاق بیفته واسه همون شب اتفاق نیست قاعدتا. برای این سریال 3-4 روز خیلی زمان زیادی کن، چون به نظر میاد از لحظه‌ای که تجاوز اتفاق افتاده تا الان 7-8 روز بیشتر کلا نگذشته. حالا یه نکته‌ای رو من اشاره بکنم، نمیگم که اون داستان درست بودن عقیده و اشتباه شدن اجرا رو مطرح نمی‌کنم، ولی یه فرمولی توی فیلم‌های کمدی مرسوم شده بود که میگفت آقا من راز اینی که مخاطب بیاد تو سینما و فیلم پرفروش بشه اینه که من هر 5 دقیقه خنده بگیرم، 5 دقیقه خنده، یعنی این باید ثابت وجود داشته باشه. من فکر می‌کنم اینجا هم دوباره اون خلط مبحث اتفاقا درستی، این که خب فیلم کمدی می‌بینی که بخندی درسته کانسپته، ولی اینکه حتما من به هر قیمتی تو هر 5 دقیقه اینو بگیرم دیگه یه چیزی بود که تکرارش مثلا هنوز البته هست مرسومه، ولی تکرارش دیگه تو یک قالبی جواب نمیده. این تو تا یک جایی میتونستی از این فرمول استفاده بکنی. به نظرم اینجا هم همینه، تو مثلا احساس می‌کنی می‌خوای تنش درست کنی، موقعیت بسازی. دو تا الان خواستگاری تو قسمت 10 و 11 داریم، یکیش که در واقع اوکی رو داده و تایید شده و قراره که به زودی اتفاق بیفته، یکیش هم که تو آستانش اصلا می‌بینیم طرف دچار اشتباه شده و اصلا منظورش یکی دیگه‌ای بوده و به نتیجه نمیرسه. یعنی و تو حتی از این موقعیتایی که مثلا موقعیت جذاب، یه طرف میره مثلا موتورش رو میفروشه برای رفیقش که بتونه یه کاری براش انجام بده، هم بازم تو دل همون بحرانه. یعنی میگی فکر میکنی که من باید اینو خلق بکنم، این موقعیتای در واقع تنش‌زا رو، و درست هم فکر میکنی و اوکی هم هست، ولی دیگه انقدر پیشروی میکنی توی این و انقدر دیگه قلوب میکنی که میگی جلوی در بیمارستان تو یک موقعیت وحشتناک عجیب غریب که تو حداقل کارت بهت زدگیه هم بازم درگیر یک داستان دیگه میشی. میگم بازم احساس میکنم فرموله که اونجا هست اصل موضوع درسته، اجرای بازم غلطه، یا حداقل درک از اون کانسپت اشتباهی که به این اجرای غلطه میرسه. بعد هم نوشته شدن چرا باید مهدی سلطانی وقتی که پسرش زنگ میزنه و سوال به این مهمی داره میکنه و به هم میریزه بگه پیک بود، اون یه پیک اومده بود یه حرفی زد مثلا اونم زد تو گوشش، وقتی میگه چرا زد تو گوشش و اینها، یعنی اصلا این صحنه ها موقعیت رو فکر کردن که این موقعیت تنش‌زایی تو یه مدیر موفقه، به عنوان یه مدیر موفق میتونی 10 تا بهونه شبیه این که الان میگیرمت، الان یه چیزی شد، یعنی با یه مدل دیگه اینو رفع و رجوع کنی تا اینکه ولی اونجوری که بگی دست و پاتو گم بکنی مثل یه پسر بچه. آره بعد واقعا برام سوال چرا باید به پسر بگه که حتما فردا برو تمام مراسم از اول تا آخر یه همچین چیزی که حتما حضور داشته باش، تو که میدونی که این آدم الان لو رفته و اون عطا گفته که اون کسی که اومد اونجا با دست گل این نبود یه آدم دیگه ای بود، یعنی تو میتونی اون آدم رو بیاریش اونجا، ولی قطعا نامناسب ترین آدمی که میتونه این توصیه رو بهش بکنه مهدی سلطانیه. آره سعید میخواد از بیخ بزنه جوری میزنه. حالا من اینقدر مثل تو نیستم، ولی آره رو همه اینا به نظرم یه موضوعاتی، حالا مخصوصا در مورد این گفتنه که برو، واقعا حداقل میتونست بگه اوکی برو همراه مثلا برادر خوندت باش، ولی مراقب باش که اتفاق قبلی تکرار نشه. یعنی هر کدومتون یه پارت جنبندی از نکته مهمه قسمت اگر بدین. ولی من از این موضوع نمیتونم این بخشو کتمان کنم، از این که دائما داره این فهم این مسئله تفهیم ماجرای اصلی به تعویق میفته احساس خوبی دارم. یعنی اوکی هم با، یعنی خودم دیگه رسیدم به یه نقطه‌ای که دلم نمیخواد اصلا اینو از این موضوع مطلع شد. آره یعنی مثلا میگه حتی اونجا هم که میگم یا خود دیالوگ احمقانه‌ای که مثل میگه آقا برو خط حتی اینو تاکید نمیکنه، ولی نگرانم که بره اونجا داستان لو بره. به نظرم این کشف پیدا کردن 11 قسمته تنها موضوعی که میتونه باهاش امیدوار باشی که داستان به هر حال مثلا اینکه ظاهرا 30 قسمت اگر اشتباه نکنم، شاید هم دارم با یه فیلم سریال دیگه اشتباه میگیرم، ولی این
به نظرم این قصه واقعا پتانسیل آره همون نداره. به نظرم یکی از مهمترین داره. چرا آره به نظرم مهمترین کلیدی که میتونه اینو تا اگر به اون 30 تا برسه که نمیدونم چند تاست دقیقاً، یکیش همینه که اینو انقدر عقب بندازی و به تعویق بندازی و هی داستانا رو کنار هم دیگه بچینی تا بتونی این موضوع رو ادامه یعنی یه سکانس عروسی مثلا احتمالاً داریم که این برادر اون برادر میفهمد و از این چیزا این شکلی عروس از حال میره. به نظرم به سنت سینمای فارسی بیشتر از هر چیزی برای به تعویق افتادن اطلاع و کش دادن قصه رو کم‌هوشی کاراکترها حساب کرده. و شما یه جاهای انتظار داری که طرف بفهمه دیگه. خب خیلی نشانه هست که میتونه یک سوالی یک چیزی، حتی جایی هم که سوال میکنه اون خانم تارا از همراه در واقع امیرحسین فتی تو فصلی که دارن قمار میکنن و اینها، خب سوال جدی میکنه و اون یه جواب پرت و پلایی میده و به نظرم تو زنه قانع میشه، جوابشو نمیده، میپیچونتش، ولی خب چیزی بهش نمیگه که این بپذیره این رو. و کلا کنشات تو همون فصل انتقام که مثلا خب اون رو باخته اینو برده، خب اونجا مثلا اون پایان بندی اون فصل اینه که اون ور داره دختره میره میزنه شیشه اون ماشین رو میشکونه و اون هم خیلی ذوق میکنه و تموم میشه. این چیه؟ یعنی تخلیه میشه اون کاراکتر. یعنی این چه اتفاقی میفته؟ اون زن چرا باید این کار رو بکنه؟ اشکالی نداره که اون شخص طلاق چه اطلاعاتی داره، چه چیزی میدونه که با اون خشم میره اون ماشین رو اونجوری میزنه. آره اون ریاکشن به اینه که بداند که این در اون سکانس اوله به اون تجاوز ختم شده. بله. صرف این که در واقع این رفته یه کاری کرده که به اون نمیرسه که چون همه چیز در ابهام داره میگذره، یک ابهامی که خب فقط قراره این داستان رو همچنان کشش بده. چون تو هر لحظه ای اگر به نظر میاد این اطلاعات اگر کاراکترها ازش مطلع بشن، خب دیگه بعدش باید فیلمساز چیکار کنه. بله. حتی راه زیاده برای ادامه دادن به نظرم. حرفی هست نکته؟ دمتون گرم بچه‌ها. مرسی. بریم پرده بعدی اپیزود و یک سریال دیگه. پرده سریال از یاد رفته، اپیزود این هفته گذشته با سهیل نور محمدی و علی عباسی درباره اپیزودهای پخش شده تا اینجا صحبت کردیم و الان از علی بخوام که بگه بهمون این هفته چه اتفاقاتی افتاد. اپیزود چند بود؟ 14. و چی شد؟ اپیزود 14 خب ما حالا در ابتدای اپیزود میبینیم خانم متخصص و خانم حاجیان، شخصیت کتایون، که ما میفهمیم از گذشتهش که ایشون هم عاشق مازیار بوده. در ادامه میبینیم که خب شخصیت میترا داره یه توطئه‌ای رو میکنه علیه شخصیت بهزاد. در واقع یه خط از قصه میترا و بهزاده که در واقع متوجه میشه که میترا در واقع هم کاراکتر کردار رو و هم در واقع مجموعه ماجرا رو داره هندل میکنه. بله. اون طرف کاراکتر پسر و دختر جوون قصه رو داریم. آره که مثلا شهاب باز داره یکم به امورات شرکت میپردازه و اینکه مثلا متوجه بشه چه کسی تقریبا سوء قصد کرده بهش یا حمله کرده بهش. و باز شخصیت آرش رو داریم که میفهم که میخواد ول کنه بره کلا همه چیز رو با اون کسی که عاشقشه، شخصیت هانیه. و در نهایت فینال اپیزود که داریم باز کسی که میاد سراغ آرش ازش باج بگیره مجدداً و کشته میشه به دست آرش توی درگیری که با همدیگه به وجود میاد بینشون. این حالا کلی اتفاقاتی بود که تو این اپیزود. و سهیل تو کدومش به نظرت موفق بود، تو کدوم ناموفق؟ راستش این مدل پیش برده قصه دردی رو دوا نمیکنه از سریال. چون ببینید شما ما همون ابتدای اپیزود اشاره کرد علی جان، ما این اندازه یه نیم خط به اون اتفاقات گذشته اضافه میشه که کاراکتر کتایون خانم فریبا متخصص علاقه داشته به مازیار و این یه دیتای تازه‌ایه به گذشته که البته خب همون پایان اپیزود قبلا متوجه شده بودیم، همون بیان میشه و بعد هم خانم متخصص هم خانم حاجیان در ادامه اپیزود رها میشن، دیگه نمیبینیمشون و این دیتایی هم که گرفتیم دیگه بهش ارجاع داده نمیشه و تاثیر نمیذاره که احتمالاً بره دوباره در قسمت‌های بعد. این از این موضوع. و اون ماجرای حالا توطئه‌های میترا و بهزاد و اینا دیگه خیلی باز دوباره همون جوری که فقط میبینیم حالا دیگه چه جوری شو. منظور این که مثلا بهزاد میفهمه که این دوتا هم با هم هماهنگن و میترا داره همه رو هندل میکنه و کلا همه رو داره روی انگوش میچرخونه و اینا. یه حسی من دارم نسبت به کل این رونده. یه چیزی تو فیلمنامه‌نویسی داریم، این که دست کاراکترها جلوی تماشاگر در واقع مشتشون بازه. و در واقع یه چیز کلی‌تر داریم که تماشاگر جلوتر از کاراکترهاست.
این به نظرم کلا در فیلمنامه از یاد رفته این کاملاً چیزیه که وجود داره، یعنی مشهوده. خود فیلمنامه هم در واقع اینو به تو میده، یعنی بله. دیتاهای دائمی جلوتر به تو میده. بله. اگه مثلا ما الان همراه کاراکتر بهزاد میفهمیدیم که این دو زن دستشون توی کاسه است، مجموعه ای از اتفاقات قبلی معناهای دیگری پیدا میکرد. یعنی مثلا اگر که ما نمیدونستیم که اینا دستشون توی کاسه است، بله. اون جایی که این پا میشد میرفت مثلا در واقع به آرش میخواست دروغ بگه یا هر چیز دیگه، یه معماهای بله، حل بله. شده ای رو فقط میریم فرجام‌هاش رو میبینیم. می‌بینیم. بله. آره میدونین سریال مثلا سعی میکنه حالا رکب بزنه، یه شوکی وارد بکنه که اتفاقا حالا تو صحنه فینال هم من میخوام دوباره بهش برسم، سعی میکنه این کارو بکنه که اصلا خوب عذاب در نمیاد. منتها یه مشکل دیگه که من دارم تو صحنه فینال رکبی نمیزنه. نه تو صحنه فینال شوک داره، این که میخواد بگه یه این که اسلحه رو گرفته، یعنی ما ندیدیم که اسلحه رو گرفته بوده، صرفا این که خب اسلحه رو رفته یه روزه گرفته اومده. خودش گفت اسلحه بگیر دیگه، نبود اینجا میخواد گفته بود برای من فقط استفادهش که همینجا. آره حالا من اون به اونجا میخوام دوباره برسم که حالا چرا اون صحنه اصلا بد در میاد. منتها یه پارت دیگه حالا بیایم از اول شروع بکنیم. یه مشکل که باش دارم که یکی از مهمترین موتیفای این سریال خب همونجور که گفتیم کنکاش در گذشته است، ولی ببین توی همین اپیزود صرفاً دو بار این کارو چجوری انجام میده. یعنی صرفاً توی خلال یه سری گفتگوهای بین کاراکترها، یادت تو به من گفتی فلان، یادت این اینجوری بود، یعنی صرفاً اطلاعات دادنش، اینفو دادنش راجع به گذشته که اتفاقاً داره نکات مهمی رو راجع به شخصیت رو بیان میکنه. صرفاً با پیش پا افتاده ترین و دم دستی ترین حالت که اینجوری با هم مکالمه میکنن، یادت به من گفتی اینجوری اونجوری، اینجوری این فاش رو میده که این در طول سریال هم کلی اتفاق افتاده و خب باز اینجام تو همین اپیزود ما دوباره اینو داریم. درسته. یه بخشش هم کارگردانیه. مثلا من چیزا رو به شخص نفهمیدم، مثلا اونجایی که فریبا کوثری هی پشت در اتاق بهزاد وایستاده که پسر باش حرف بزنه و چیز کنه، هی این پا اون پا میکنه که بره بیاد فلان، بعد اصلا مراوده ای، اصلا اینکه چرا صحنه چیز حذف میشه، صحنه انتخاب مدیر عامل میگه تلفنی خبر دادیم، انگار مثلا یک بازیگرا نبوده اون روز که اون صحنه رو بگیرن. و با اون فاصله انگار صداشون رو شنید که بهزاد داشت میگفت. بعد یه ذره بعدتر دوباره میگه که الان چند ساعت دیگه اینجا تصمیم گرفته میشه، در حالی که من تصمیم گرفتم، در حالی که تصمیم گرفتن دخترم خبر داره که قبلش هم حرف زدیم که انتخاب شده. میدونی یه سری روال اطلاعاتی هم به نظر حتی جابجا میاد یا اتفاق نمیفته. دقیقاً همینطوره. و حتی اون نکته‌ای هم که شما فرمودین که بیننده مخاطب جلوتر از کاراکتر، من اینو می‌خواستم در مورد خانم متخصص هم اشاره کنم، چون حالا توی بازی‌ها، تو بخش بازی‌ها اتفاقا بازی خانم متخصص بازی خوب قابل قبول تیپیکالیه. این دوور اول حالا یه ذره دلش شاید به حال شهاب میسوزه، یه ذره مثلا آدم آروم کلفته، بعد در واقع تبدیل شده و بعد از مرگ ادیبی بزرگ تبدیل. این رو هم متن خراب کرده. یعنی بازی خانم متخصصی قرار بوده این دوور داستانو در بیاره، متن که کجا خراب کرده؟ همون اپیزودهای اول دوم ما ریاکشن می‌بینیم ازش، با ورود شهاب ازش ریاکشن می‌بینیم، با تاکید زیاد کارگردان ما ازش صحنه داریم که به میترا میگه پاشو برو تو جلسه هیئت مدیره سرت کلا نره، یعنی می‌بینیم همچین هم آدم بالاخره چیزی نیست، حواسش هست به این چیزا. یعنی میخوام بگم خیلی این موضوع فاحشه، این که مخاطب جلوتر و حتی مثلا بازی قابل قبول خانم متخصص هم خب متن خرابش میکنه، که اینم در ادامه همون موضوع بود. و بعد حالا کارگردانی هم که اشاره کردید، واقعا حالا فیلمنامه که دیگه هر چقدر بگیم باز تکرار مکررات، کارگردانی هم همین اپیزود واقعا دو سه تا مثال داره که تقریبا چی بگم در حد فاجعه است. مثلا ما یه سکانس داریم بهزاد و میترا تو ماشین هستن که یه دیالوگی هم به حال دیگه وارد دیالوگ نمیشم دوباره، که قبلش اون رأیشو گفت ما رأی دادیم به شهاب، بعد دوباره یه دور بهزاد میگه که الان انتخاب میکنن، اونو کار نداریم. ولی از نظر کارگردانی شما ببین اون سکانس شروع میشه اول با یه لانگ ماشین، ما میریم داخل ماشین، اینا دیالوگ میکنن. کل اون صحنه بگم یک جای مهم داره که همون بخشی که میخواد بگه 800 میلیارد خرج، این داخل ماشین دیالوگ میکنن، بعد دوباره برمیگردیم بیرون ماشین، یه تقریبا حالا نیمچه آرکی از این وره فرهاد اصلانی، نیمچه آرکی از اون ور خانم اخوان. بعد این خب این حرکت دوربین خیلی حرکت دوربین دراماتیکیه، قشنگ یه باری ایجاد میکنه الان میخواد چی بشه، چه چیزی به صحنه اضافه بشه، درسته که اتفاق خاصی هم نمیفته. دوباره برمیگردیم تو ماشین، برمیگردیم دوباره میایم بیرون، یه دورم از روبروی ماشین یه دالی این میکنیم.
خب میخوام بگم این اوج بی منطقی به معنای خود کلمه میگم، یعنی هیچ منطقی برای صحنه تعریف نشده که خب ما کی نزدیک بشیم کی. یعنی حرفت اینه که دکوپاژ چیزی اصلا باری اضافه نمیکنه و نمیدونه، صرفا جهت خوشگلی داره استفاده میکنه. میکنه. تعویضای اون صحنه، اتفاقا اون صحنه منم خیلی اذیت کرد. این تعویضای مکررش یکم اصلا موزیک ویدیویی کرده دکوپاژ اون صحنه صرفا برای تنوع، یعنی دیگه واقعا آره. هیچ ایده، یعنی هیچ منطقی تعریف نشده. من کی بیرون ماشین باشم، کی توی ماشین باشم، کی نزدیک بشم، کی مکس کنم. یعنی ما می‌بینیم دائم در حال نزدیک شدنیم. کردنه که خیلی عملاً قسمت یک کلافه کننده بود همیشه. معمولا سعی میکنه مبادی اصول باشه دکوپاژ. آقا خب من مثلا حالا دارم یه لانگمو دارم، شات ریورس شات، حالا سینگل او اس فلان اینا، تقریبا معمولا تو صحنه‌ها موفق میشه حالا تو تدوینا ریتم خوبی به وجود بیاره. ولی یه صحنه‌ای مثل همونی که مثال زدی خیلی بده، واقعا قشنگ موزیک ویدیویی یه دونه دیگه دقیقاً سکانس شبیه همین صحنه توی اواخر قسمت، جایی که فرهاد اصلانی و فریبا کوثری تو ماشینن که از پشت باز گرفته که دقیقاً عکس اینه، کلا داره تو یک پلان اتفاق میفته که آروم داریم نزدیک میشیم و من حداقل انتظارم این بود که وقتی که خانم کوثری پیاده میشه بره در واقع تو وسط محور قرار بگیره و دور شه، حتی چنج فوکوس هم نمیکنه، در حالی که یهو در واقع چراغ روشن میشه رو به در واقع تصویرات حتی هم میزنه، فوکوس هم عوض نمیشه. و حالا یه نکته هم که گفتی، باز اولا که ما این رویه واقعا دیگه اعصاب خورد کن شده، همین خورد کردن بیش از حد، همین که ما تقریبا در تمام طول سریال داریم هی به آدما نزدیک میشیم، یعنی هی در حال دالین کردن. و حتی توی اون سطح ابتدایی شات ریورس شات ها، سکانس ابتدایی اپیزود شهاب و پریسا داخل ماشینن، شما اون سکانس رو ببین. خب قاعدتا ما یه نما از این ور داریم، فوکوس شهاب، فولوی پریسا، یه نما از اون ور داریم ریورسینگ. سمت پریسا یه بار دیگه با یه لنز دیگه هم گرفته شده، با یه لنز وایدتر که حالا دوباره خود پریسا فوکوس باشه و این ریورسش داده نمیشه اون سمت، یعنی اصلا بالانس صحنه به هم میخوره، هیچی، چشم بیننده اذیت میشه، هیچی و هیچ معنایی هم نداره، هیچ اصلا واقعا نمیدونی چرا این ور رو با 2 تا لنز مختلف احیانا 2 تا یا 3 تا مثلا و اون ور همون روال عادی که 3 تا اندازه نمای مختلف، یعنی از الهام اخوان به سینا مهراد و پریسا احمدیه تو اون سکانس در واقع توی خونه 3 تا اندازه نماها مختلفه. پریسا رو داریم تو این قاب می‌بینیم، سینای مهراد رو تو این می‌بینیم، الهام اخوان رو تو این می‌بینیم و اینا داره دائما به هم کات می‌خوره. فقط تو پلان آخرشه که 2 تا نمای اندازه به هم می‌خوره. و بالانس صحنه‌ها واقعا مشکل داره که اصلا یعنی بالانسی نداره که بعد بخواد به نفع مثلا حالا پوینت صحنه یه جایی بالانس رو به هم بزنه و اذیت میکنه. حالا باز دوباره تو سکانس فینال، مثال همون سکانسی که خانم کوثری و شما حالا برعکس تو یک پلان، حالا ما تو فینال شما کل سریال این همه داری خورد میکنی، اینا سکانس درگیری به ساده ترین شکل ممکن، یعنی اصلا آدم تعجب میکنه. میدونی آخه اصلا اساسا از زیربنا اون فیلمنامه چیزی نمیده به کارگردان که بخواد ازش بکشی بیرون. یعنی مثلا میخوای صحنه شهاب و الان دکوپاژش رو صحبت کنی، شهاب اصلا ببین چقدر از لحاظ داستانی سرگردونه تو این اپیزود. اصلا خب صرفا حالا مثلا چیکار کنیم، چی بدیم بهش، بره راجع به حالا مشکلاتی که تو شرکت پیش اومده با صحبت بکنم، انگار هیچ هدفی نداره، هیچ پوینتی نداره تو این اپیزود. یا همون شخصیت حمیدرضا آذرنگ آرش که می‌خواستیم راجع به صحنه فینالش که می‌خواستم صحبت بکنم، ما می‌بینیم خب میخواد یه حرکت خیلی گنده‌ای بزنه دیگه، میخواد بره حالا یک رو در رویی داشته باشه با اون کسی که میخواد ازش باج بگیره، با اسلحه میخواد تهدیدش بکنه. تو می‌بینی هیچ درگیری نداره قبل از اینکه این اتفاق بیفته. یه نگاه این ور با خودش اصلا تلفن میزنه بهزاد مثلا پاشو بیا اینجا، هیچ کشمکش درونی از شخصیت نمیده. خب آقا یه استرسی داشته باشه، یک چیزی داشته باشه با خودش. یعنی که حتی اصلا انگار سریال فراموش میکنه که آرش فکر میکنه یک نفری رو به قتل رسونده. یعنی تو ببین بار همچین اتفاقی روی این کاراکتر باید چقدر زیاد باشه، چقدر باید به همش بریزه، چقدر باید اعصابش خورد باشه، ولی داره میره حالا با کسی که بهش علاقه داره پلن میریزه راجع به آیندهش که خب با هم دیگه بذاریم بریم و اینا. و الان که حالا یه قتل دیگه چرا نمیگه که وقتی زن ازش میپرسه که
زنت رو طلاق میدی آره با چرا نمیگه؟ خب پلنش اینه که طلاق بده دیگه. میدونی برای چیه؟ برای اینکه دوتا کاراکتر رو بیان دم در رستوران آره دیگه همون که ببیننش بتونه در فلان. نشون آره. بده دقیقاً یه بزنش. چیدمان و بعد حتی عجیبه. این میزانسن. وسط حالا اشاره شد نقشه بهزاد رو هم من ببین از این ور من نمیفهمم، بالاخره میخواد یه جوری آرش رو از مملکت بیرون کنه از طریق هانی، از این ور خانم کوثری رو میاره بالا سرشون، یعنی بالاخره خب نقشه ها هم حتی من حس کنم یه تناقضی دارن، یا اینو میخوای بیرون کنی یا اینو میخوای بکنی تو زندان، میخواد گیرش بندازه. ولی از هر دو طرف پیش میبره و حالا لزومی هم نداشت از هر دو طرف انقدر ما بهزاد و پشت صحنه همه چیز ببینیم. نه خب سریال از اول داره میگه که این آدمی است که برای رسیدن به نتیجه هر کاری میکنه، همون سنگی که مثلا به میخواد میزنه. تو مثلا سریال میخواد همین حرفی که زدم شوک به وجود بیاره که یهو مخاطب شوکشه همچین اتفاقی افتاده، نمیاد پیش زمینه چیزی بچینه اوکی. برای این اتفاقات. مرسی بچه. خواهش می‌کنم. بمونه باقی حرفا برای اپیزود 15 درسته؟ نه چند قسمت میدونی اصلا؟ فکر کنم هول و هوش 20 تا رو داره. 20 تا بود. این سرعتی که آره این سرعتی که طبق معمول تو فیلمنامه‌ها یهو زیاد میشه بوی اپیزودهای آخر رو میده. باشه مرسی ازتون بچه‌ها، دمتون گرم. بریم پرده بعدی از برنامه اپیزود. خب پرده آخر به نقد سریال خارجی میرسیم. ما تو این مدت تلاش خواهیم کرد بخشی از سریال های مهم 2024 2025 رو بررسی بکنیم تا برسیم در واقع به زمان پخش سریال های مهمتری که میشه حالا هفتگی باشون برخورد کرد. برای شروع هم فکر میکنم بعد از هفته گذشته که البته یک گریزی به مبلند زدیم، فکر میکنم یکی از مهمترین و پربحث ترین سریال هایی که سال گذشته پخش شد و بازتاب های زیادی داشت در جامعه منتقدان سریال ریپلی بود کار آقای استیون زیلیان. از عرفان استاد رحیمی از بچه هایی که این مدت با ما درباره سریال های خارجی همین نقد هفته به هفته رو در واقع انجام داده خواستم در کنارمون باشه و همینطور از پویای سعیدی خواستم که در این بخش هم ما رو همراهی کنه به خاطر اینکه سریال ریپلی رو در واقع روش فوکوسه و کار کرده. خب تو که شروع نکن. من دیگه. عرفان سلام. سلام، خیلی ممنونم که من دعوت کردید. ریپلی به نظرم حتما یکی از مینی سریال‌های شاخص و تحسین شده و محبوب همه این سالاست. ویژگی‌های برجسته‌ای هم داره. به نظرم خیلی دیگه خسته کننده است که بگیم مثلا آره فیلم برداری سریال حتما شگفت انگیزه. اصلا ما دیشب که داشتم عکساشو میگرفتم، حالا عکسی که الان تو بک‌گراند نشون میدیم همش چیز بود که مسترپیس بلک اند وایت، نمیدونم شاهکارهای فلان، همش چیزای این شکل قاب بندی های عجیب غریب فلان. حتما اصلا این ترکیب بندی رو آدم توی سریال انتظار نداره. رابرت السویت فیلم برداریش کرده. خود رویکرد بصری زایلیان خیلی حساب شده است، خیلی فکر شده است طبعا توی حالا بافت بصری که میسازه. اما حالا این رویکرد بصری یه بخشی از این رویکرد بزرگتره به اقتباس رمان پاتریشیا اسمیت که این رویکرد مثلا ریتم کندی داره، لحن سردی داره، انگار یک ارجایی داره به جهان فیلم‌های نوار و من مطمئن نیستم که دقیقاً از این رویکرد چی به دست میاره سریال. یعنی البته ما این ریتم، این جزئیات زیاد، این با حوصله و سر صبر روایت کردن و توی اپیزودی مثل اپیزود 5 می‌بینیم که خیلی نتیجه تکان دهنده‌ای داره چون یه اوج دراماتیک و جزئیات زیادی اجرا میکنه. قتل در واقع فردی مایلز اگه اشتباه نکنم اسم کاراکتره و اونجا کار میکنه، اونجا اون تکان دهنده است اون روی کرده سریال. اما مثلا من نمیدونم که اینکه ما توانایی تام ریپلی توی تصور کردن چیزها یا آدم‌هایی که ندیده که از رمان اومده این ایده رو ببینیم که این شکلی بازنمایی بشه که مثلا وقتی داره نامه بانکدار رو میخونه، بانکدار مقابلش حاضر وسط قاب فیشر استیونز نشسته و داره نامه‌ای که قرار بخونه رو داره اون میگه، داره بیان میکنه. مثلا این صحنه نمیدونم چند دقیقه طول میکشه. من نمیدونم این به چه دردی میخوره، این به چه کاری میاد. مطمئن نیستم که در سراسر روایتش سریال از این روی کرد استفاده‌ای بکنه یا بهره‌ای ببره اون قدری که یه توجیه طبیعی داشته باشه برای روی کردش.
شاید شروع بحث واسه من. یه نکته که مهمی که وجود داره به هر حال اینی که میگه روی کرده حالا کند و سیاه سفید و فلان به رمان پاتریشیا اسمیت، خب ما یه اقتباس، حداقل یه اقتباس متأخرتر خیلی خیلی مهم ازش داریم که آقای ریپلی با استعداد آنتونی مینگلا و قبل ترش هم در واقع اون فیلم زهره بنفش. آره دقیقاً امریکن فرند هم در واقع میتونیم بسازیم. آره اون مستقیم نیست، مستقیمه کاریه که خود وندرز کرده دیگه. آره مدل آزاده بیشتر. ولی ببین نکتهش اینه که مینگلا خب معروف بود به اون فضای اتفاقاً آفتابی در واقع خیلی با رنگ‌های پر آره فضاهای آره دقیقاً شاینی خیلی در واقع ویژه که از بیمار انگلیسی در واقع می اومد توی آقای ریپلی هم خیلی در واقع نمود داره و من خیلی جزء شیفتگان در واقع اصلا مینگلا و اون فیلم هم هستم. از این طرف خب یک زیلیانی داریم که اولا که خب نویسنده یکی از مهمترین فیلم‌های سیاه و سفید تاریخ سینما است، فهرست شیندلر. جلوتر در واقع تو تجربه‌های کارگردانیش اون فیلمه که با وینونا رایدر کار کرد، فیلم اولش تو یاد اسمشو؟ یه فیلم عجیب غریبی داره که مثلا رنگ یک سپیایی داره، یه قهوه‌ای چیزی داشت. بعد جلوتر سریال نایت آف رو کار کرد، باز دوباره به لحاظ بصری همون رنگ‌های مرده و اینها وجود داشت و حالا اینجا در واقع توی ریپلی کلا دیگه اصلا رنگو دوباره میکشه و استفاده میکنه. اصولا فیلمنامه‌نویسیه که وقتی که در جایگاه کارگردان قرار میگیره به شدت آدم چیزیه، بصریه، یعنی همیشه بچه بصری. خود پایلوت نایت آف هم اگه یادتون باشه به شدت پایلوت مهمی بود که حالا دوستان در سریال محکوم مورد عنایت قرارش دادن. ولی اونجا هم در واقع از خود تیتراژ اون نماهای بارونی، اون در واقع نماهای اورهدی که گرفته بود و اینا، اونجا هم خیلی اتفاق ویژه‌ای بود. توی ریپلی هم به نظرم اینو داریم. حالا این تناقض دقیقاً این دوتا باعث میشه که انگار ما دو تا اثر متفاوت حتی سر کار داشته باشیم، این دو تا خوانش کاملا متفاوت نسبت به ماجرا. نمیدونم واقعا که حالا خودم هم یه ذره چیزم نسبت بهش، یعنی من هم جز شیفتگان ریپلی نبودم با اینکه آره قاب‌هاش معروف کننده است، ولی من همچنان اون روایت 2 ساعت خورده‌ای مینگلا رو و اون کست رویاییش البته که آره کست خوشگلش کست خوشگل همین داره آره با اون کست خیلی خوشگلش در واقع آره تو یه ور فکر کن بلانشت و گوین پالترو داشته باشی، اون ور مت دیمون و جود لا داشته باشی، اصلا خیلی ترکیب عجیبی بود. و اینجا یه بخش هم حالا شباهت در اندرو اسکات با اینکه پسره که داره اونجا تو یه ذره میتونستی به هر حال، چون اصلا مهمترین ایراد به نظرم رمان پاتریشیا اسمیت این قضیه قبولوندن و پذیرفتن اینه که این آدمه به جای این آدمه و همه باورش میکنن در ادامه، که حالا اینو ما تو چیزام داریم دیگه، از پسنجر مثلا آقای آنتونیونی هم داریم که قبول کنیم. آره تو ادبیات جواب میده، توی تصویر خیلی باوروندنش کار سختیه. آره تو حالا تو به چیز بگو با این خسرو. رمان خیلی برای من رمان مهمیه از لحاظ شخصی، چون در واقع پرتاب کننده منه به جهان اصلا جدیت ادبیات و سینما و هر چیز دیگه. خیلی من سن پایینی خوندم رمانو، سن فکر کنم 11 سالگی خوندمش و به شدت منو تحت تاثیر قرار داده در طول سالیان درازی و اقتباساش هم میدیدم در تمام این سالها. حالا من جمله میگه البته همه اینا قبل از اینکه من رمانو بخونم ساخته شده بودن همشون، ولی هیچ کدوم این منو راضی نمی‌کرد، چون میدونی یه حسی داره خوندن رمان برای من داشت، اینکه یک جهان تیره و تار و تباهی وجود داره. تو از لحظه اول همزمان که درگیر وسوسه این چیزی که داره به سمتش ریپلی حرکت میکنه، اون چیزهایی که به دست میاره، همزمان که درگیر این وسوسه ای از اول میدونی که این عاقبت خوشی نخواهد داشت و پایان جلوی روی تو هست، پایان پیش روی تو هست. میدونی یه جوری انگار ریپلی مرسوی رمانای جناییه، رمانای عامه پسندتر خارج از ادبیات جدی معموله و تو یعنی هر آنچه که این رو وادار میکنه. حالا پاتریشیا اسمیت توی رمان بک‌گراندایی ساخته، توضیحاتی داده، توجیهاتی کرده، تمام اون رویکردهای روانشناسانه که اون دهه‌ای که اون داشته این رمان رو مینوشته چیز تازه و حرف جدیدی بوده، شکل جدید پرداختی بوده، به خصوص توی رمان ژانر.
داره انجامش میده. به نظر من زایلیان به درستی با حذف اونا و جایگزین کردن ابهام، سکوت، سکون و اون درون نگری که نه لزوما خود کاراکتر، که ما مثلا با یه کاراکتری مواجه باشیم که داره نریشنی روی تصاویرش میاد یا داره مدام فکر میکنه یا اینا، این خودانگیختگی، مرسویی که گفتم اتفاقی نیست، این خودانگیختگی، ناگهانی بودن عمل در واقع ریپلی و بعد همینجوری جلوتر رفتن و تبعاتش رو پذیرفتن و اون وسواس محاکاتی که حالا اصلا کل ماجرای کاراواجویی که زایلیان اضافه کرده به داستان و همبسته‌ای که میسازه بین ریپلی و کاراواجو، به هر دو قتل کردن، هر دو این وسواس زیبا کردن جهان واقعیت رو، جعل کردنی که از واقعیت بهتر باشه رو هر دو اینها دارن. تمام تمهیدهای اجرایی اثر که حالا جلوتر با هم تبدیلش بکنیم به صحبت، تمام این تمهیدات یک کاری کرده که روح رمان رو من برای اولین بار اون احساسی که از خوندن رمان داشتم و با دیدن کار زایلیان تونستم دوباره پیداش بکنم. همون رعب‌آوری رو و همون تأثیر رو باهات، همون کار رو باهات میکنه و میاد همراهت در ادامه. حالا راجعش صحبت می‌کنم، مناقشه. آره تا اینو کی داری رو حرف پویا یاد. این رباوری که شما میگین من توی از این زاویه که بخوایم بگیم که جهان سریال یا زبان بصری سریال بازنمایی درونیات یک آدمه، من این شکلی ندیدمش راستش، و بیشتر برام یک فاصله گذاری وجود داشت، یک سرمایی وجود داشت حین تماشا که من دلیلش رو نمیفهمیدم و توجیهی براش توی جهان اثر پیدا نمی‌کردم. و خب این مثلا آخه نکته هم اینجاست که فقط محدود به خود کاراکتر تام ریپلی نمیمونه این روی کرد، که مثلا ما مارج رو، کاراکتری که داکوتا فانینگ بازی میکنه نقشش رو توی این سریال، میبینیم که کمی هوشمندتر، کمی شکاکتر، کمی بدبینتر از نسخه های قبلیه و ظاهرا تحت تاثیر ریپلی قرار نمیگیره در ابتدا. کلی نما داریم از چهره داکوتا فانینگ که داره نگاه میکنه و اینطوریه که من میفهمم که تو داری چی کار میکنی ولی تحت تاثیرت قرار نمیگیرم. این در پایان به چه کار سیر دراماتیک سریال میاد؟ یعنی این مارج هوشمندتر، مارج شکاک، بدبین، نهایتاً چه تأثیری توی درام سریال میذاره؟ خب مهمترین جایی که لو میره ریپلی دقیقاً اون کتابیه که مارج داره مینویسه دیگه. خب اونجاست که وقتی عکس و پلیس داره میبینه و یعنی اگه بخوای به عنوان کارکرد دراماتیک بگی اینه کارکردی که داره انجام میده. منتها ریپلی خیلی نه بخوام بگم شکاک بودنش منظورمه. خب به اون اطمینان نیست دیگه، یعنی کاراگاه نمیشه در این سریال که تو بگی یه کاراگاهیه شروع میکنه عزم میکنه جستجو کردنی رو با شکش، یعنی شکش رانعی نمیشه برای این شخصیت توی این سریال، که اگر این ضعف اینجوری اتفاق میافتاد که اگر شروع بکنه به جستجو کردن مشکوک، مثل کاری که فردی میکنه توی سریال، اگه مارج اون کارو میکرد و به جایی نمیرسید من حرفتو میپذیرفتم، ولی مارج فقط کمی آگاهتر، محتاطتر، کمی به این آدم بدبینه، ولی دلیل منطقی هم برای اینکه بگه این آدم کاملا حذف شه از این داستان نداره که. خب آخه نهایتاً میگم این شکاکیت و بدبینی شاید دارم صرفاً در مقام مقایسه قرار میدم، ولی در مقام مقایسه با نسخه‌های قبلی چه شکاکتر کردنش چه تفاوتی ایجاد کرد و چه آورده‌ای داشت برای این نسخه نسبت به رمان مثلا. خب کار ریپلی رو سخت‌تر کرده. یعنی توی رمان اتفاقاً همین کاراکتر خیلی کاراکتر منفعل‌تریه دیگه، یعنی اتفاقا وقتی که سوگوار دیکی میشه پناه میاره به ریپلی، حتی ما یه همون تنش جنسی رو بین اینا توی رمان انگار احساس میکنیم ولی اتفاق نمیفته، ازش رد میشه، یعنی انگار هر دو تصمیم میگیرن این کارو نکنن. اینجا خب یه رویکرد دیگه ای رو به اون سمت اصلا نمیره، ولی نکته اینه که بازم اول از لحاظ کارکردی که به نظر من اون کتاب کارشو میکنه، کار مارج رو، یعنی اون خیشتن امتداد یافته مارجه که در نهایت به پلیس این آگاهی رو میده که این ریپلی نی، این در واقع دیکی نیست، این پایان سریال هم پایان سریال دقیقاً کارکرد اصلی اینه. ولی نکته اینه که بازم میگم کارش اینه که اونجا توی اون چند قسمت اول رابطه ریپلی و دیکی رو یه کمی پرابلماتیک بکنه، یه کمی کار رو برای ریپلی سخت بکنه، انقدر آسون نباشه. بچه‌ها یه جنبندی کوتاه.
من در مجموع نظرم مینی سریال حتما جالب ولی نهایتا ناموفقی بود برای من. یعنی من اون میزانی که تحسین شد، خصوصا تحسین هایی که دریافت کرد، خب انتظار آدم رو بالا میبره، ولی فارغ از اصلا انتظاراتم، من روایت سریالو و اون روی کردی که اتخاذ کرده زایلیان در عین اینکه میفهممش، یعنی روی کرد رو درک میکنم، ویژگی هاش رو درک میکنم، نمیگم چرا این کارو کرده، نمیگم نباید این کارو میکرد، ولی کافی نیست. جزئیاتش خوبه ولی موردش ترکیبشه. آره تقریبا میشه گفت. آره ولی به لحاظ بصری به نظرم تجربه هیجان انگیزیه. آره حتما. تماشاش در واقع تجربه هیجان انگیزیه. تو چی بگم؟ دقیقاً سوالشه دیگه. یعنی من میخوام بگم همین صحنه که الان اینجا این پشت افتاده، خود پرداخت این صحنه رو به یاد بیارین. یک آدم تنها، دو تا آدم لولیده ولی تو در اینو به هم. یاد بیار در فیلم مینگلا. خب همه آدم چقدر خوشگل‌تره. آره ولی مثلا اون نقاشی رنوار میمونه اونجا. میخوام بگم که چی برای رمان بهتره. یعنی ببین این جهان کاملا خالیه برهوتی، این دو نفر زیر این تابش بیرحمانه آفتاب با اون یه نفر، اینجا هاست این که میگی این روی کرده بصری، همه اینا در خدمت اینه که جهان این اثر انگار بازتاب ذهنیت ریپلیه که فیلمنامه کمترین میزان توضیح و توجیه و بک‌گراند سازی روانشناسانه رو در واقع انجام میده براش، از طریق تمام این مکس‌ها، این سکوت‌ها، این نماها، این ترکیب بندی هاست که داره همه این چیزایی که ما لازم داریم در مورد این کاراکتر و جهانی که درش زیست میکنه رو بفهمیم. این دستاورد کمی نیست، به خصوص در عرصه مینی سریال که به نظر من این خیلی جالبه برای یعنی همه فیلمنامه نویسا انگار یه انتقام میگیرن. یا آقا ببین من وقتی کارگردان میشم بلدم چی کار بکنم، و اتفاقا هم خیلی کار فیلمنامه نویسانه ای نیست، انگار یه فیلمنامه نویسی که تمام این سالها همه اینا فشرده شده و الان داره دیگه با آزادی عمل کامل انجامش میده. و معتقدی که اقتباس نزدیکتر و وفادارتر بسیار به نظر من اقتباس موفقه و ریپلی اندرو اسکات از نظر من بهترین ریپلی سینماست الان. اوه چه جلوی من کلا اصلا جایگام اینجا اینجوری شده میگم قربون صدقه آثار برم. جلو مدمون آلن دلون و اینا. آره دیگه. اندرو اسکات گذاشتی در با احترام. مرسی بچه‌ها، دمتون گرم. مرسی. ممنون از شما. قربونتون. ممنون. در ساعت ضبط این اپیزود با خبر شدیم ناصر تقوایی بزرگ، یکی از پیشگامان موج نوی سینمای ایران، فیلمسازی که قطعاً نقش مهمی بر تاریخ سینمای ایران داره، یکی از نامآورترین فیلمساز سینمای ایران درگذشته. من به سهم خودم، از طرف خودم و از طرف منتقدان حاضر در اپیزود، ضمن تسلیت درگذشت ناصر تقوایی بزرگ به سینمای ایران و به مردم ایران، این اپیزود رو، دومین اپیزود از برنامه اپیزود رو به آقای تقوایی نازنین ما که جاشون دیگه در جمع ما خالیه تقدیم میکنم. ممنونم و شبتون خوش.